سلام به همه گلای خوب سرزمینم. منم شهرزاد قصه گو. امیدوارم قصه شب قبل رو خوب گوش داده باشین و لذت برده باشین. امشب با یه قصه زیبای دیگه مهمون خونه هاتون هستم. قصه بازرگان و افریته. بازرگان دنیا دیده‌ای به سفر دوری میره. در بیابانی از شدت گرما به سایه درختی پناه میبره و مدتی استراحت میکنه. از کیسه و خورجینش تکه نانی و چند دانه خرما در میاره و میخوره و هسته خرما رو بر زمین میاندازه. در همین لحظه افریته‌ای شمشیر به دست ظاهر میشه و میگه هسته خرما رو بر سینه فرزند من انداختی و او به خاطر این ضربه که به سینه‌اش وارد کردی جونشو از دست داد. به همین خاطر من هم تو را میکشم. بازرگان میگه حالا که قصد کشتنم رو داری به من مهلت بده تا به خونم برم و وصیت کنم و مال خودم و بین فرزندانم تقسیم کنم و 1 سال دیگه پیش تو برگردم. بازرگان به خونه میره و بعد از انجام وصیت سر سال به همون بیابون برمیگرده. زیر درخت به انتظار افریته میشینه و به حال خودش گریه میکنه. پیرمردی که زنجیر آهویی رو در دست داشت از راه میرسه. پیرمرد ازش میپرسه کیستی؟ چرا در زمین افریتیان نشسته ای؟ بازرگان ماجراشو با اون افریته بهش میگه. پیرمردم میگه جان سالم از دست افریته به در نمیبری. کنار تو مینشینم تا ببینم عاقبت کار تو چه میشود. بازرگان در فکر جانش است و گریه میکنه. پیرمرد دیگه‌ای با 2 سگ سیاه از راه میرسه و میگه در خانه افریتیان چرا نشسته این؟ چون ماجرا رو میشنوه او هم برای دیدن عاقبت بازرگان همانجا می نشینه. اما در همین حال یه پیرمرد شتر سواری از راه میرسه و دلیل این که در خانه افریتیان نشسته بودن رو از اونا میپرسه. ماجرا رو براش تعریف میکنن. ناگهان گردی بلند از زمین بلند میشه و افریته شمشیر به دست ظاهر میشه. پیرمردی که زنجیر آهو رو در دست داشت برمیخیزه و دست افریته رو میبوسه و میگه ای امیر افریتیان، من برایت داستانی را تعریف میکنم. اگر از این داستان خوشت اومد میبایست به من قول بدی که از 1/3 خون بازرگان بگذری. افریته میگه باشه قبول میکنم، داستانت را برایم تعریف کن. خب عزیزای دلم، ادامه داستان رو فردا شب براتون میگم. امشب و خوب بخوابید. شبتون بخیر و عمرتون طولانی.